سلام به کانال ولاگ با من خیلی خوش اومدین. ممنون میشم با سابسکرایب، لایک و کامنت از کانال حمایت کنین. همونجوری که توی ویدیوی قبلی گفتم، بعد از رسیدن به استانبول و پیدا کردن هتل، اون شب رو کاملا استراحت کردیم و صبح روز بعدش توی این هوای آفتابی و با این صدای زیبا از خواب بیدار شدیم. برنامه ما برای اولین روز اقامت توی استانبول رفتن به ایستگاه مترو و حرکت به سمت کاپالی چارشی بود. مترو استانبول فوق‌العاده بزرگه، 25 تا خط داره. برای اینکه بهترین مسیر رو انتخاب کنیم از گوگل مپ کمک گرفتیم. قبل از ورود به گیت های اصلی مترو هم دستگاه های وجود داره که میشه استانبول کارت رو شارژ کرد. مبلغ هایی که اولین بار بهش میدادیم 10 یا 20 لیر بود که دستگاه قبول نمیکرد و پس میداد. بعد که روی LCD رو خوندیم دیدیم که دستگاه کمتر از 200 لیر قبول نمیکنه و بعد مبلغ رو اصلاح کردیم. بعد از نشون دادن علامت تیک روی LCD یعنی مبلغ درست بوده و استانبول کارت شارژ شده. ایستگاهی که به کاپالی چارشی ختم میشه رو از روی گوگل مپ پیدا میکنیم، اسمش رو روی تابلوها میخونیم و مسیر رو پیدا میکنیم. Я слышу на вершине Айсофи, да. Я снимаю нам контент. Контентные чуры любили. Красота. Там еще придумать, как там сложно. Тому мужчине пытается раздражать. Не, ну давай, что ты там? Что да, давай, дорогой, так, чтобы он мужественно себя почувствовал. مسیر منتهی به بازار هم منظره ها و ساختمون های قشنگی داره که قدم زدن رو خیلی دلچسب تر میکنه.
اون بیرون نشستن بالکن دانشگاه رو بگیم. چقدر قشنگه. بیا از اینجا وارد بشیم. سید حسن پاشا مدرسه‌سی هست. خیلی هم قدیمی. هتل ما توی منطقه تکسیمه. با خط M2 مترو اومدیم کابالی شارژ. Gelmiyorum. Person. Thank you. My big brother. Yes. Thank you. Yeah, I can.